وقتی فهمیدم درویشیان از میان ما پر کشید و رفت، نمیدانم چرا بیش از این که اندوهگین باشم عصبانی بودم، عصبانی و خشمگین، حسی که انگار خواسته باشم فریاد کنم این چه وقت رفتن بود. تا چند وقت با خودم نجوا می کردم من دلم سخت گرفته است از این میهمان خانه مهمان کش روزش تاریک. هزار چیز در ذهنم میگذشت. حس میکردم در همین زمان و شرایطی که هستیم به درویشیان بیش از هر وقت دیگری نیاز داریم. در شرایطی که خیلی از مرزها، پرنسیپها، حتی باورها مخدوش شده است. شرایطی که کرامت و جایگاه انسانی مسخ شده است، مخدوش شده است و بودن درویشیان نماد بلند بالایی از دفاع از آزادی بیان، دفاع از شرافت، کرامت و حرمت انسان بود. شرافت قلم بود در روزگاری که با قتل و ترورهای هولناک نویسنده کشتند و وحشت آفریدند. درویشیان شرافت قلم بود هنگام که شاعر بزرگ ما به بیمایگانی نوچه صفت بزرگان میگوید و مراسم فرمایشیشان را گردن می نهد. درویشیان رو در روی حاکمیت زندگی سوز انسان کش می گوید من سر سفره خون نمی نشینم. یادم است وقتی سیمین جان بهبهانی از میان ما پر کشید و رفت، نوشتم سیمین جان بهبهانی هم رفت و راحت شد از این روزگار تلخ تلخ تلخ، راحت شد از تهدیدهای هیولاهای حکومت اسلامی، راحت شد از تکه و پاره شدن این نویسنده آن شاعر، راحت شد از زنجه های آدینه های خاوران، راحت شد از خون گریه کردن مادر ستارها، راحت شد از این قتل آن قتل، قتل قتل زنجیره‌ای. آه که سیمین چه کشید، سیمین ها چه کشیدند در این حاکمیت سیاه کور، قاتل، دزد. راحت شد از یورش های انسانسوز یک حاکمیت کوردل با اوباشان مزدور بی همه چیزش. راحت شد از یک صاحب زمان اقتدار اسلامی که حتی از سنگ قبر شاعر هراس دارد. راحت شد از ممیزی، راحت شد از سانسور، راحت شد از گفتن و گفتن و گفتن در گوش حشرات اسلامی. وای چقدر فریاد و چه درد آور است وقتی نرود میخواهن این برسنگ. راحت شد سیمین، راحت شد از تهدیدهای هیولاهای اسلامی. نشست قانون نباشد، انتخابات قانون نباشد، قانون نویسندگان بی قانون نویسندگان. راحت شد از زندگی در گورستان یک مشت مرد پرست. راحت شد از یاوه های یک مشت امامه. راحت شد از ریاکاری یک تاریخ تبهکاران الله. راحت شد سیمین، همونطور که شاملو شد، همونطور که اخوان شد، همونطور که درویشیان شد، اگر در گور هم راحتش بگذارند. و اما با درویشیان چندین خاطر دارم که به دو تایش اینجا اشاره می کنم. اولین خاطرم جشن تولد 50 سالگی من بود. شاید بگویم تنها جشن تولدی که تا آن وقت داشتم. درویشیان و شهناز خانم جان، نسیم خاکنگار، هنرمند خوب ما که چند سال پیش درگذشت، بسیاری دیگر از دوستان، حضور درویشیان باعث شده بود خیلی ها چه برای دیدن او و چه برای مصاحبه آمده بودند و جشن تولدی شده بود تکرار نشدنی. خاطره دیگری که در ذهنم به نوعی ماندگار شده است این است که درویشیان با بانو شهناز خانم جان آمده بودند نایمیخن، یکی از شهرهای شرق هلند، و من باید درویشیان را از نایمیخن به شهر خودم که در غرب هلند کنار دریاست می آوردم. غروب بود، راه افتاده بودیم. میان راه هوا چنان طوفانی شد که طی سالهای آن تا آن وقت هلند بی سابقه بود. این طوفان ویرانی ها به بار آورده بود. داشتم در چنین هوایی رانندگی می کردم. درویشیان کنار من نشسته بود و شهناز خانم جان با بهرنگ در صندلی پشتی، و یادم است یک لحظه وحشت کردم. وحشت به معنی واقعی، وحشت از این که اگر اتفاقی بیفتد من چه کنم. شاید یکی از دقیق ترین و سخت ترین و جانفرسا ترین رانندگی عمرم را در همان شب کردم.
تا به خانه رسیدیم. همینجا در پرانتز هم یاد کنم از دوستم انور میرستاری در بلژیک که جدای از مهربانی های بیدریغش برنامه های زیادی در بلژیک سازمان داد و از جمله برنامه در پارلمان اروپا بود که درویشیان و سیمین جان بهبهانی هم به آن برنامه دعوت شده بودند. دلم برای درویشیان تنگ است. نمیدانم چرا وقتی حس می کنم دستم به عزیزی دیگر نمی رسد به طور وحشتناکی دلم تنگ می شود. اگرچه به قول زنده یاد گلشیری آنقدر عذاب بر سر ما ریختند که فرصت زاری کردن نداریم.